سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوایم با هم دیگه تمرینات انعطاف رو انجام بدیم. برای کسانی که دوست دارن 180 درجه بزنن یا کسانی که خشکی بدن دارن، میخوان بدنشون از اون خشکی که هست در بیاد، این تمرینات خیلی بهشون کمک میکنه. خب، قدم اول کف پاها رو به هم دیگه بچسبونید و زانوها رو تا جایی که امکان داره هل بدید به سمت پایین. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. خب پاها رو باز کنید. یکی از پاها رو به بیرون، اون یکی جمع میشه داخل. دست مخالف رو میرسونیم به پنجه پا. 1 2 3 4 5 6 7 8. عوض کن. 1 2 3 4 5 6 7 8. بچه‌ها توی حرکات سعی کنید که اجازه بدید کمر بلگنتون به صورت کامل بچرخه، ولی هر جا که احساس درد کردید لطفاً کشش رو بیشتر از اون ادامه ندید. خب پاها رو صاف میکنیم، دستها تکیه‌گاه میشن. پاها رو از بیرون میچرخونیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. همین کار رو برای پای مخالفمون انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. پاها رو از بیرون میاریم به سمت داخل. 1 از داخل به سمت بیرون. 2 با این کار شما به موبیلیتی لگن میرسید. در واقع میتونید موبیلیتی لگنتون رو با این حرکات تقویت کنید. پاها به صورت 90 درجه صاف میاین جلو، صاف برمیگردید عقب، صاف میاین جلو، صاف برمیگردید عقب. 1 2 3 4 5. پاهاتون رو عوض کنید. 1 2 3 4 5 6. با این چند تا حرکتی که به شما یاد دادم میتونید موبیلیتی لگنتون رو تقویت کنید. ولی خب اگر که بخواید پاهاتون رو 180 درجه باز کنید، باید مسلماً تمرینات رو به صورت مداوم انجام بدید.
ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید.